هیچ وقت فکر نمی کردم یه دیدار ساده بتونه انقدر مسیر زندگیمو تغییر بده. اون عصر بهاری فقط به دعوت دوستم رفته بودم کافه. قرار نبود اتفاق خاصی بیفته، اما وقتی وارد شدم نگاه دو برادر برای همیشه تو ذهنم موند. سامان رو همون لحظه شناختم. پر انرژی، خنده رو، بی پروا. مدام شوخی میکرد و همه میزو به خنده مینداخت. حس میکردم آدمی که نمیتونه حتی یه دقیقه آروم بشینه. اما برادرش آرمان، نگاهش همیشه آروم سنگین بود. زیاد حرف نمیزد، فقط با دقت گوش میداد و لبخندهای کوتاه میزد. نمیدونم چرا، اما همون سکوتش بیشتر از همه چیز به دلم نشسته بود. چند هفته بعد به بهونه یک پروژه دانشگاهی مجبور شدم چند بار با سامان تماس بگیرم. او با ذوق پیشنهاد داد به خونشون برم تا راحت در کارهامون رو انجام بدیم. اونجا بود که دوباره آرمان رو دیدم. خونشون قدیمی بود اما پر از گرما. مادرشون با مهربانی ازم استقبال کرد و چای آورد. یادم هست همون لحظه زیر لب گفت چه دختر با ادبی. لبخندش صادقانه بود و من حس کردم بخشی از این خونه شدم. سامان همیشه پرشور بود، سعی می‌کرد با حرفا و حرکاتش توجه منو جلب کنه، اما راستش بخواید بیشتر اوقات ناخودآگاه نگاهم دنبال آرمان میگشت. اون کمتر چیز میگفت اما همون نگاه کوتاهش کافی بود تا حس کنم فهمیده میشم. گاهی اوقات وقتی کنارم مینشست سکوتش از 1000 کلمه برام پرمعناتر بود. یک شب رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. بعد از یک مهمونی دوستانه به حیاط خونه‌شون رفتیم تا کمی هوای تازه بخوریم. هوا پر بود از بوی یاس. وقتی سرم رو بلند کردم دیدم آرمان همونجاست، نشسته و به آسمان پرستاره خیره شده. کنارش نشستم. از کتابی که هر دومون خونده بودیم حرف زدیم، از موسیقی که دوست داشتیم. گفتگومون ساده بود اما عمیق. لحظه سکوت کردیم و در اون سکوت حس کردم چیزی میونمون جریان پیدا کرد، چیزی که هنوز اسمش رو نمیدونستم. میدونستم سامان به من علاقه داره، اونقدر بی پرده بود که نمیشد ندید گرفت، اما قلبم چیز دیگه ای میگفت. قلبم بی دلیل آرامتر میتپید. وقتی نزدیک آرمان بودم همون شب، وقتی به خونه برگشتم تا صبح خوابم نبرد. خودم رو سرزنش کردم. اگه سامان بفهمه چی؟ اگه این احساس بین دو برادر شکاف بندازه چی؟ نمیدونستم اون شب شکافی نادیدنی شکل گرفته، شکافی که بعدها همه چیز رو فرو خواهد برد. کم کم دیدارهایمان با سامان و برادرش بیشتر شد. اول به بهونه پروژه دانشگاهی، بعد هم به خاطر جمع دوستانه که سامان دوست داشت راه بندازه. نمیدونم از چه زمانی، اما انگار حضور من بخشی از برنامه هاشون شده بود. سامان همیشه پر انرژی بود، با شوخی های گاه و بیگاه، با خنده های بلند، نگاه هایی که سعی میکرد مستقیم در چشمانم بنشینه، اما بی پروا بود. چیز رو پنهان نمیکرد. گاهی از آینده حرف میزد که هنوز شکل نگرفته بود. نگار، تصور کن یه روزی من یه خونه بزرگ بخرم، تو توی اون خونه آشپزی کنی، قهوه درست کنی، منم توی حیاط بساط گیتارمو پهن کنم. من میخندیدم بدون اینکه پاسخ جدی بدم. نمیدونستم باید ذوق و شوق نشون بدم یا بترسم. اما در کنار همه اینها حضور آرمان چیز دیگه ای بود. او حرف زیاد نمیزد، اغلب ساکت مینشست، اما همون سکوتش عمیق‌تر از 1000 کلمه بود. وقتی به چیزی فکر میکرد چشاش جوری خیره میشد که انگار میتونست از درونت عبور کنه. گاهی وقتی سامان با شور و حرارت حرف میزد نگاه من ناخودآگاه سمت آرمان میرفت، دنبال واکنشی، لبخندی، حتی یک حرکت کوچیک. یه بار بعد از جلسه پروژه وقتی با بقیه خداحافظی کردیم، آرمان پیشنهاد داد تا منو ایستگاه تاکسی برسونه. راه زیادی نبود اما کنار هم قدم زدیم در کوچه خلوت پر از درخت. برام مثل سفری طولانی شد. هیچ کدوممون حرف زیاد نزدیم، فقط گاهی نگاهی کوتاه رد و بدل میشد تا اینکه او آروم گفت سامان خیلی دوست داره کنارت باشه، میدونی اون از وقتی بچه بود همیشه زود دل میبست. من چیزی نگفتم. قلبم تندتر میزد. حس میکردم پشت این جمله چیز دیگه ای پنهونه. انگار میخواست همیشه هشدار بده، هم چیزی رو در دل خودش سرکوب کنه. به خونه رسیدیم، اما تمام شب به اون قدم زدن فکر میکردم.
چرا صدای آرمان انقدر در ذهنم مونده بود؟ چرا نگاهش بیشتر از کلمات با من حرف میزد؟ از اون به بعد وقتی به خونه‌شون میرفتم بیشتر دقت میکردم. سامان پر جنب و جوش بود، اما آرمان با همون آرامش مرموزش توجه منو جلب میکرد. مادرش هم همیشه با مهربونی از من پذیرایی میکرد. گاهی وقتی من و آرمان مشغول صحبت درباره کتاب یا موسیقی میشدیم، نگاه اون رو حس میکردم که از پشت لبخندش مراقب ماست. یه غروب وقتی دور میز نشسته بودیم، بحثی درباره فیلم قدیمی پیش اومد. سامان با هیجان از فیلم‌های اکشن صحبت میکرد، اما من و آرمان بی اختیار وارد بحثی طولانی درباره یک فیلم عاشقانه قدیمی شدیم. اونقدر غرق صحبت بودیم که زمان از دستمون رفت. وقتی به خودمون اومدیم دیدیم سامان ساکت شده و فقط با حالتی نامعلوم به ما نگاه میکنه. لبخندی کم رنگ بر لب داشت، اما چشماش چیز دیگه ای میگفت. اون نگاه اولین جرقه دلشوره در دلم زد. اون شب وقتی به خونه برگشتم جلوی آینه ایستادم. صورتم رنگ پریده به نظر میرسید. با خودم زمزمه کردم: نگار، داری چه کار میکنی؟ داری بین دو برادر فاصله میندازی. اما جواب قلبم روشن بود. من هیچ وقت چیزی نگفته بودم، فقط حس کرده بودم، حسی که میتونستم انکارش کنم، نه جرأت داشتم آشکارش کنم. از اون روز هر بار که سامان با شور و شوق از آینده حرف میزد، ته دل من چیزی سنگین تر میشد. هر بار که نگاه آرمان و آرام رو میدیدم چیزی درونم آرام میلرزید. نمیدونستم آینده چه خواهد شد، فقط حس میکردم در مسیری قدم گذاشتم که راه برگشتی نداره. گاهی میگفتم شاید فقط توهمه، شاید من زیادی حساس شده بودم، اما هر بار که چشمای سامان روی من و آرمان ثابت میموند مطمئن میشدم چیزی در حال تغییره. از اون روز که من و آرمان درباره فیلم ها بحث کردیم فاصله نامرئی بین من و سامان افتاد. او دیگه مثل قبل پر حرف نبود. گاهی وسط جمع ناگهان ساکت میشد و با نگاه های سنگین ما رو میپایید. یک بار از خونه‌شون برگشتم، من رو تا سر کوچه همراهی کرد. صداش سردتر از همیشه بود: نگار، تو بیشتر با آرمان حرف میزنی. مکث کردم، خواستم توضیح بدم اما زبونم خشک شد. فقط گفتم خب. اون آدم ساکتیه، وقتی چیزی میگه معمولاً حرفای جدی میزنه. سامان لبخند تلخی زد. آره جدی، خیلی هم جدی. تو هم انگار اینو بیشتر از شوخی‌ها و خنده های من دوست داری. چیزی در درونم فشرده شد. میخواستم بگم نه، اینطور نیست، اما مگه میتونستم انکار کنم؟ حقیقت رو قلبم بهتر میدونست. روزها گذشت، نگاه های سامان سنگین تر شد. هر بار که من و آرمان کنار هم می ایستادیم انگار آتیشی در وجودش شعله ور می شد. حتی مادرش هم متوجه شد. یک بار وقتی در آشپزخانه مشغول شستن ظرفا بودیم آرام به من گفت: سامان این روزا خیلی بیقرار شده، نمیدونم چرا. فقط میدونم با آرمان فرق داره. تو مراقب باش دختر. حرفاش توی ذهنم میپیچید. مراقب باش از چه چیزی؟ یک عصر بارونی برای اولین بار شاهد درگیریشون بودم. در اتاق نشسته بودم و با سامان داشتم با عصبانیت درباره یک امتحان حرف میزدیم. آرمان فقط گوش میداد. ناگهان سامان گفت: تو هم زیادی خودتو به نگار نزدیک کردی. فکر میکنی نفهمیدم؟ سکوتی سنگین افتاد. قلبم فرو ریخت. آرمان آرام گفت: سامان تو برادرمی، من هیچ وقت کاری نمی کنم که بهت آسیب بزنه. اما صداش محکم نبود. من میدونستم پشت این کلمات حقیقت دیگه‌ای پنهونه. چشمای سامان پر از اشک و خشم شد. سرش رو برگردوند و با قدم‌های تند از اتاق بیرون رفت. من روی صندلی خشکم زد. حس می‌کردم دنیا روی سرم چرخید. اون شب وقتی به خونه برگشتم باران همچنان میبارید. کنار پنجره نشستم، به تاریکی خیره شدم. صدای بارون مثل فریادهای درونم بود. میدونستم چیزی بین اون دو شکست. میدونستم مقصرش منم، هرچند که هرگز نخواسته بودم. از اون روز سامان دیگه مثل قبل نبود. گاهی با مهربانی اغراق‌آمیز به من نزدیک میشد، انگار میخواست ثابت کنه من فقط مال اونم. گاهی هم با تندی غیر قابل پیش بینی رفتار میکرد. این تغییرات پی در پی ترسی در دلم کاشت. هر بار که به چشماش نگاه میکردم میترسیدم چه چیزی در دلش میگذره. اما در مقابل آرمان ساکت تر شد.
نگاهش پر از حرف بود اما لبهاش بسته. تنها چیزی که از اون میدیدم تلاش‌های بیهوده‌ای بود برای حفظ تعادلی که مثل شاخه باریک زیر بار طوفان خم شده بود. من بین این دو گرفتار شده بودم. قلبم میدونست کجا آروم میگیره، اما سایه سنگین حسادت همه چی رو به کابوسی تبدیل میکرد. از مدتی پیش حضور سامان برایم سنگین شده بود. انگار همیشه در کمین بود. نگاهش دنبال تک تک حرکاتم میچرخید. گاهی با محبت غافل گیرم میکرد، مثل خریدن کتابی که اتفاقی نامشو گفته بودم یا آوردن گل به بهونه‌ای که اما در پشت این محبت ها چیزی بود، سایه‌ای از اجبار. یه شب تابستونی جمع دوستانه‌ای تو خونه‌شون بودیم. موسیقی پخش میشد و همه میخندیدن. من توی آشپزخونه بودم که ناگهان سامان اومد و درو بست. لبخندی روی لب داشت اما چشماش برق عجیبی میزد و آروم گفت: نگار، تو چرا همیشه نگاهت سمت آرمانه؟ دلم فرو ریخت. خواستم جواب بدم اما ادامه داد: منو مسخره نکن. میدونم تو دلت جای دیگه است. دستمو گرفت. انگشتش محکم بودم. ترسیدم. سعی کردم دستمو بکشم اما فشار بیشتر شد. سامان، داری اشتباه میکنی. چشماش پر از خشم و اشک بود. زیر لب گفت: نه، نمیذارم از دستم بری. همون لحظه در باز شد. آرمان ایستاده بود. نگاهش مثل صاعقه بود. سامان دستمو ول کرد و عقب رفت. سکوتی سنگین بین ما 3 نفر افتاد. هیچ کدوم چیزی نگفتیم. مهمونی ادامه پیدا کرد اما من دیگه هیچ صدایی نمیشنیدم. از اون شب به بعد دیگه راحت نبودم. هر بار که سامان نزدیک میشد قلبم به تندی میزد. نگاهش پر از وسواس بود. اگه با آرمان حرف میزدم چشماش تیره میشد. اگه سکوت میکردم با بدبینی نگاهم میکرد. یک عصر وقتی توی حیاط نشسته بودم آرمان اومد. صورتشو گرفته بود. کنارم نشست و بدون مقدمه گفت: نگار، سامان داره خودش رو نابود میکنه. سکوت کردم. نمیدونستم چی بگم. اون آه کشید و ادامه داد: من همیشه پشتش بودم اما این بار نمیدونم باید چی کار کنم. نگاهش پر از درد بود. برای لحظه دلم خواست دستشو بگیرم، بگم منم همینطور، اما نتونستم. کلمات توی گلوم شکست. اون شب به خونه رفتم. تا دیر وقت گریه کردم. فهمیدم دیگه چیزی از آرامش باقی نمونده. دیوارایی که بین ما 3 نفر کشیده شده بودن روز به روز بلندتر می شدن. دیگه نه میتونستم سامان آروم کنم، نه میتونستم با آرمان صادق باشم. سامان روز به روز عصبی تر می شد. گاهی با مهربونی اقرارآمیز نزدیک می شد. گاهی ناگهان فریاد می کشید. یک بار حتی با صدای بلند گفت: اگه قرار باشه تو منو نخوای، هیچ کس دیگه هم نباید داشته باشده. حرفش مثل خنجری توی قلبم نشست. از او ترسیدم. دیگه مطمئن بودم این فقط حسادت نیست. چیزی تاریک‌تر از وجودش ریشه کرده. اون شب توی دلم گفتم: این آرامش، این خونه، همه چیز داره فرو میریزه و من وسط این فروپاشی گیر کردم. صبح بود و خورشید از لابلای پرده ها نور ضعیفی روی اتاقم مینداخت. اما در دل من تاریکی سنگینی بود. حس می‌کردم اتفاقی توی راهه. اتفاقی که هیچ کدوم از ما توان مقابله با اون رو نداریم. سامان بعد از چند روز سکوت به خونه برگشت. چهرش خسته و عصبی بود. من تو آشپزخونه مشغول چای ریختن بودم که آرمان اومد و در سکوت کنارم ایستاد. نگاهش پر از هشدار بود اما کلماتش سنگین‌تر از هر فریادی. نگار، امروز ممکنه همه چیز تموم بشه. قلبم فرو ریخت. چه چیزی تموم میشد؟ لحظه بعد صدای قدم‌های سامان از پله اومد. اون با عصبانیت وارد اتاق شد و نگاهش مستقیم به آرمان دوخته شد. هیچ لبخندی، هیچ مهربونی، فقط خشم. آرمان، تو فکر کردی میتونی نگار رو از من بگیری؟ آرمان آرام ایستاد. دستش رو مشت کرد اما حرفی نزد. سکوتش پر از تهدید بود. سامان جلو اومد و با لحنی سرد گفت: اگه یکی بخواد چیزی رو از من بخواد بگیره، هیچ کس دیگه ای هم نمیتونه داشته باشه. صداش مثل طوفان اتاق رو پر کرد. من بینشون ایستاده بودم. قلبم به تندی میزد. میدونستم این بار پای کسی به خون باز خواهد شد. یک لحظه، همون لحظه که سامان قصد داشت جلو بره، آرمان جلو اومد و دستشو گرفت. فریادی بلند، صدایی برخورد دستها و سپس سکوت.
چشمام پر از اشک شد. نمیتونستم بین اونها چه میکنم، اما میدونستم خطر واقعی همین نزدیکیه. سایه از خشونت بر چهره سامان نشست. دیگه هیچ مهربانی و لبخند قبلی نبود. تنها چیزی که مونده بود خشم و حسادت بود. نگار رو اگه بخوای همه چیز خراب میشه. صدای ضربه‌ای، فریاد و بعد سکوتی مرگبار. قلبم به تندی میزد و از ترس نمیتونستم حرکت کنم. وقتی تونستم به خودم بیام، آرمان کنارم ایستاده بود، صورتش خونی و دستاش لرزون. سامان روی زمین افتاده بود، دیگه نفس نمیکشید. سکوتی سنگین و وحشتناک خونه رو پر کرده بود. من همونجا بین دو برادر فهمیدم هیچ چیز نمیتونه این زخم رو ترمیم کنه. صبح شد اما هیچ نوری نتونست دل تاریک منو روشن کنه. خانه ساکت بود، سکوتی سنگین که حتی نفس کشیدن رو دشوار میکرد. آرمان کنارم نشسته بود اما نگاهش خالی و غمگین بود. دستشو گرفتم اما حتی گرمای دستش هم نتونست آرومم کنه. سامان دیگه نبود. دیگه هیچ خشم و حسادتی رو نمیدید. تنها خاطره تلخ از عشق مخربش باقی مونده بود. چشماش که همیشه پر از برق بود حالا برای همیشه بسته بود. قلبش شکسته بود. نمیدونستم که برای کی گریه کنم. برای سامان، برای آرمان یا برای خودم که گرفتار این تراژدی شدم. آرمان آرام گفت نگار، هیچ کس مقصر نیست. نه، صدام شکست. همه مقصرم. من، تو، سامان، شایدم دنیا که هیچ کاری نکرد تا جلوی این کار رو بگیره. اشکام جاری شد، روی شونه های آرمان ریخت. اون دستش رو دورم حلقه کرد اما هیچ کدوممون آروم نبودیم. میدونستیم دیگه هیچ چیزی مثل قبل نخواهد شد. روزها گذشتند اما خاطره اون لحظه همچنان مثل کابوسی دائمی همراه من بود. شبها خواب سامان رو میدیدم، نگاه پرخشم و لبخند تلخش رو. آرمان هم شبها بیدار میموند و توی سکوت با خاطره اون حادثه زندگی میکرد. زندگی ادامه پیدا کرد اما ما هر سه زندانی گذشته شدیم. خونه هنوز سر پاست اما هیچ شادی توی اون نیست. لبخندها مرده بودن و جای اون رو خشم و پشیمانی اندوه گرفته بود. گاهی فکر می‌کردم اگه فقط یکی از ما کمتر مهربون‌تر بود، اگر فقط یک لحظه سکوت نمی‌کردم شاید، اما دیگه هیچ شایدی وجود نداشت. تنها چیزی که مونده بود درد بود، دردی که با هیچ چیز قابل جبران نبود. و من نگار هر روز با خاطره عشق و جنون با سایه‌ای که هرگز نمی‌رود زندگی می‌کردم. مرسی از این که تا اینجا همراه من بودین. اگر از این داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و تا داستان بعدی خدا نگهدار.